کردیمش. حالا میایم از چند تا مثال از ترکیب این ابزارهایی که تا الان یاد گرفتیم، همین گرپ و ست و آک رو بررسی بکنیم. و خب اولین مثالی که داریم ازش میبینیم، اومدیم یه مروری عمله میشه این کلمه ارور رو توی فایل لاگمون که بالا تعریفش کرده بودیم پیداش میکنیم و خروجیش رو با پایپ میدیم به ست و ست اون رو جایگزین میکنه با خطا. یعنی اگر که من روی موزاییک ببینم اینجا که نمیشه، خواستم این رو کپی نگیرمش ولی ظاهرا ساختار کدمون رو خیلی باید عوض کنیم. این برای لاگ های ما از اینجا این سامپل لاگ رو من کپی میگیرمش و توی گیت بش میگم که استرینگ بذار، حالا اکام نباشه خیلی اهمیتی نداره، و پایپ رو میذارم میگم که گرپ انجام بشه با پیدا کردن کلمه مثلا اینفو به جای بالا ارور و در نهایت میاد خروجیش رو میده به ست که اینجا ست برای ما میاد اون رو بذارم اون رو پردازش میکنه و یک SOG که بینش برای شروع و پایان ما در نظر گرفته بودیم و همینطور کلمه‌ای که اینجا قرار بذاریم رو با اسلش البته باید بنویسیم. این اینفو قرار بشه برای ما مثلا اطلاعات. و خب اینجا الان من فکر میکنم که باید اکو رو بذارم حتما. نمیشه اینجا تایپ کرد. نه خب من قبلش اکو رو می نویسم تا این دستور برای من اجرا بشه و خروجیش رو قراره که از اینجا ببینم دیگه. میگه که اطلاعات رو جایگزین کرده با اینفو. در واقع این یه مثال خیلی ساده بود که خیلی هم واقعا کاربردی نیست، چون این گریپه در واقع فقط داره یه جستجوی الکی انجام میده. فقط خواستیم بگیم که این ترکیبش با هم شدنیه، ولی اگر که من ست رو مستقیم بیام روی همین دستور بزنم بازم برای من اجرا میشه. نه دیگه ببینید الان برای من همه چیز رو داره توی ست میبینیم. حالا اونقدری هم الکی و غیر منطقی نبود، چون دفعه اول گریپ میومد اینفو رو پیدا میکرد، بعد ست میومد اونا رو ریپلیس میکرد و فقط اینفو دارا چاپ میشد. این کاری بود که یک غربالگری اولیه با گریپ انجام شد روش و دیتاهای مد نظر فقط ریپلیس شدن. حالا برمیگردیم به مثال بعدی. خط 383. خب توی مثال دوم گرپ با همون آکمون اومده ترکیب شده و اینجا ما باز این اینفو رو مثل قبلی دستور قبلی پیدا کردیم. حالا اینجا فقط اومدیم که ستون اول ستون دوم و
فکر کنم تعداد کاراکترها میشد. این NF که اینجا داریم برای ما نمایش داده میشه. یه دونه اینجا من کوتیشن کم گذاشته بودم و خب در نهایت اومده اینفو کرده یک که این دیتیل های ما بودن، تایم ما بوده ستونش، و ستون دو هم اون استاتوسی بوده که ما داشتیم و حالا پیغام خطا دیگه کارش نداشتیم اینجا و همون ستون 1 و 2 رو چاپ کردیم. اگر که NF رو من وردارم فکر میکنم که اون استاتوس های ما باید چاپ بشن. این $1 و $2. خب اینجا چون که من با فاصله این تاریخ ها رو از هم دیگه جدا کردم، اینا رو هر کدوم یک ستون در نظر گرفته میشه و ستون بعدی هم داره برای من چاپ میشه. خب این number of field مخففش NF که ستون آخر رو برای ما چاپ میکنه و حالا توی این لاگ فایل ما میبینیم که این successful logout و completed و اینا جزو آخرین ستون ها هستن که اگر که مثلا من این اینفو رو تغییرش بدم به ارور، آخرین ستونهایی که تو ارور ها هستش مثل فیلد و دیناید و اینا باید برای من اینجا باشه و کامپلیت جیسون. خب این هم از دستور دوم و دستور سوم ترکیب سد و آک هستش. خب اینجا ما میگیم که بیاد خطا رو بعد از اینکه ریپلیس کردش با ارورایی که پیدا کرد خروجش رو میدیم به دستور آکمون که این خطاهای ریپلیس شده رو در نظر میگیره، فاندشون میکنه و متغیرهای صفرش رو به همراه شماره خطوطش برای ما به نمایش میذاره اینجا که الان این فایلی که تا اینجا یعنی دیتای مربوط به فایل ما که دستی نوشتیمش تا اینجا هستش که از این قسمته که خطاها رو اگه بخوایم نگاه کنیم یه دونه دیتابیس کانکشن، یه دونه فایل نات فاوند و یه دونه پرمیشن دینایی که ستاشو اینجا برای ما گذاشته و حالا این آر بزرگ رو هم که من بذارم برای من میگه که حالا این خط 2 بوده و خط 5 و خط 7. توی مثال 4 ما با گرپ میایم ارور یا وارنینگ رو از این فایلمون کشف میکنیم و در واقع اینفو رو نمیخوایم. بعد این ارور وارنینگ ها رو میدیمشون به ست، تاریخ هاشون رو برای ما جایگزین میکنه و یک کلمه کلیدی حالا تاریخ مینویسه و این 15 که 2024 که تقریبا همشون برای دیگه همه تاریخاش همینه، با کلمه تاریخ به فارسی جایگزین میشه و در واقع باید از اینجا به بعد داشته باشیمش فقط هم ارور رو وارنینگ رو که میاد دست آکمون و حالا اینجا آکمون میاد میگه که رو نامبرش رو میچسبونه به این کلمه خط و بعدش چاپ میکنه $ساین 0 رو که البته اگر که من این رو بخوام خروجیش رو تست بکنم اینجا باید
از این قسمت ارزش بکنم و کامل بهش اضافه بکنم. این فایل سمپل لاگو از یادم رفت بردارم که یه دونه اینجا داریمش دیگه، بقیهش از پایپ استفاده کرده. خب این که این خط رو چسبون قبل از رو نامبرمون و خط 1، خط 2، 3 و 4 هستش که اینجا هم 1، 2، 3، 4 که البته خب اون 1، 2، 3، 4 نهایی، یعنی این شماره خطای این فایل دیگه نیست دیگه. و حالا 1، 2، 3، 4 که برامون چاپ کرده و در نهایت تاریخ که ریپلیس شد با ست و ادامه اون دستورات که حالا برای ما کامل در نظر گرفته و اون رو پرینت کرده. خب یک مثال دیگه برای کارماگرپ و آکرو که تایتلش هم تحلیل لاگ سرور و استخراج خطا و شمارشمون هاست، میاد برای ما همین ارورها رو با گرف پیدا میکنه و اونا رو میدتشون به آک میاد نامبرشون رو پیدا میکنه و این دستوره که داریم سورت و یونیک و سورت داش آر این برای مرتب سازیش میاد ازش استفاده میکنن. یه بار دیگه این رو برمیگردونم و کامل جدیدمون رو میذارم. این دفعه دیگه سمپل ناگ رو اول حذف میکنم بعد اینتر میزنم که خطا نخورید. خب اینجا میگه که برای ما پیدا میکنه ارورای یونیک رو و اگر که مثلا من اینجا میخوام یه دونه فیلد داریم، یه دونه دینای داریم و یه دونه هم کانفیگ دات جیسون که این داره ریورز انجامش میده و از ته اون رو نگاه میکنه که من یکی از ارورام رو مثلا این کانفیگ جیسون رو میام میکنمش دیناید و حالا این که اینجا برای من میگه که 2 تا دیناید داشتیم و یه دونه هم فیلد. خب این دستورای سورت و یونیک و فلگایی که دارن حالا دیفالت دستورات لینوکسی هستش که فلگای مختلفش رو بعدا دوباره کامل توضیح میدم، ولی مثلا این فلگ داش آر ان یعنی ریورز نامبر باشه سورتش و حالا اگر داش ان خالی بود نامبره و یه سری این فلگو داره که کامل میگم. همینطور یونیک کردنه هم باز یه سری فلگا داره که حالا اسمشون که معلومه یونیک و سورت چیه، ولی خب بیشتر اون فلگاش برای کاربرد مهمه که بدونیم که حالا میگم کامل.